آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسان ها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از این لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیر 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفتن نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. رفعت پدر! رفعت رفعت پدر! رفعت تو خوب هستی؟ نمیمیرد. چه کاری که کنی نمیمیرد. خوب هستی بختی رفعت پدر؟ خوبم. اوه بیهوده نگفتن صدقه ردی بالا. عزیزه جان تو خوب هستی؟ با تو یگان چیز نشده است؟ من خوبم وای حمدی را من میکشم. رفعت تو تیر خوردی. ها؟ تیر خوردی میگویم. تیر در کجا مونده است؟ وای نخود که این معجزه است. ینگه اگر رفیق تابش رسی کند با من خبر دهید. خدا از شما راضی باشد. با اجازه شما ماهانه حافظه خدا. خدا نگهدار. بختیار 1 دقیقه قریب فراموش میکردم. این رو به تو مادر جمیل اسما فرستاد. این چی بود؟ وی شنیده است که شما با ویلدن خاندار میشوید. همین هدیه ناچیز رو فرستاده است برای شما. زحمت کشیده لازم نبود. خودش روزی چی؟ تو در بیمارخانه است لیکن بسیار خوب است. دائم به شما دعای خیر میکنم. آن پول رو تو نمیدادی. ما چیکار رو میکردیم؟ آخر ما یکان کار نکردیم. حافظه خدا میدانید ما فقط سبب شدیم. البته که همین خیر است. خیر نفس میدید. خدا تو رو نگهبان باشد. با خدا که این بهانه کار است. خدا که کشتن نخواست نمیکشد. رفعت پدر بیا پلیس نامده از اینجا رویم. عزیزه جان بیا میرویم از اینجا. رفتیم. نمیمیرد بختیار نمیمیرد.
کانی گبزان تو کی هستی؟ من اوکتای دیویجی. بین تو و رفعت چکر چی گپ است؟ رفعت چکر؟ وای کیست که؟ به یادم ناومد. تو ناگهان پرسیدی. وای چگونه است؟ یک شرطی به من. با من سفسطه گویی نکن. من سرت رو پراندتید میکنم. رفعت چکر برای چی از کفای تو است؟ اکا چی پرسیدنت رو دونم جواب میدهم، لیکن این خیل نمیشود. من همراه تو در استخانه گپ میزنم. را کرد. استخانه؟ وای چی خیل جان نمیدونم، لیکن لازم نیست. من همینجا گپ میزنم. فقط سوال رو نقص نفهمیدم. میفهمیدم به خود جواب میدادم. اوکتای بودی؟ کی بودی تو؟ اوکتای جان. دامت رو گیر اوکتای. پیش دارو. اگه من گپ نمیزنم نگفتم کو. عزیزا من اجازت نمیدیم که به خانه تنها روی هیچگاه. کلید رو دی. انیل ماشینت رو به خانه میارد. انیل کلید رو گیر و ماشین عزیزه خانم رو به خانه میاری. تیزتر باش انیل. با من گوش کن. اگر از ما پیشتر به خانه رسیدی یگان بیهودگویی نکنی. مادرم باز به گپای خطا و دروغ عزیزه جان مرا نرنجاند. مرا فهمیدی؟ پروا نکن، من حل میکنم. ممدو акаяте ки ин ҳодисаро шунавад бисёр дар ғазаб мешавад. ҳамди марги худашро омода сохт. вай одами пастро ман мекушам. پدرم زنگ میزند. لابه پدر جان. دخترم چه خیلی؟ نغزم پدر جان. رفعت در نزدم. دخترم من نگفتم که از خانه نبرو. با تو یگون گپ شود چی؟ شما از کجا فهمیدید پدر؟ کمی پیشتر انیل زنگ زده بود. انیل گفت. این انیل ابله یگان گپ رو در دهانش نگاه داشته نمیتواند. چی واقع رخ داد کنی گپ زن؟ حمدی دم گذاشته است. خوب که رفعت رسیده اومد. حیاتم رو نجات داد. رفعت چه خیلی یگون چی نشد؟ نه پدر جان، رفعت هم خوب است. خدا نگاه داشت. حاضر در کجایید؟ الو عزیزه دخترم. حاضر به خونه رفته ایستاده‌ایم پدر. مایلش دخترم، من هم میآیم. از این بعد اجازت نمیدیم که کسی تو را خفه کند. مایلش و میخوریم. باغاج را بشو. به خدا من رفعت چکر رو نمیشناسم. یکم بار از تو شنیدم، لیکن اگر فرصتی 7 پشتش رو معاینه کرده به تو حسابات میدیم. من به تو در استخانه اجازت میدهم. تو پروا نکن. در اره کنی یا پاره کنی یا در آتش گداختم. فکرت رو میپرسیم. همه خیلی نه رابط؟ میپرسیم. حاضر درون درا نباشد من تو رو ندارم. به همینجا؟ اگه به اینجا هوا نمیدروید. درو فقط سرت رو دقت ده، نزند باز. جای هوا دروی دوره دکن. ای بچه پیش نگاه کنی نمیشود. ماشینی گل بر این زیبای مرا پچک کردی. نخواد که همین خیلی ماشین رانی.
акаҷон хуш омадӣ. боз ту ҳам рифат туро аз қафои ман гузошт. акаҷон чӣ хел рифат, ман ба одамони ту ҳамон рӯз гуфта будам ки бо рифат ман ягон алоқа надорам. ба одамонат гуфтам ки одам ин қадар бевиҷдон намешавад. нахост ки одамро ҳамихезананд, хобам мебарад, бедор карда бум мезананд, ба сару шикамам ба ҳама ҷоям задан. акаҷон ай задан аз ҳангои гурдома ғалтондан. акаҷон ин чӣ нағмагарӣ боз? бо мошини мурдакашӣ боз чӣ гуна қонун доред шумо? акаҷон ягон хинағмагарӣ нест. ба худомая сағираи камбағалам ман мурдакаша кӯмакам мури агар хизмата мекунам. ака ба ман нигар, дигар намепурсам. ту ки ҳастӣ? шодибекум акаҷон. дар кинои мулло шавкат ном доштум, дар иҷа шодибек ном дорам. худуд бағожам гӯи майла. чӣ бағож? ака худуд иқа марда ки ба зеби хита намезеба ба бағожи кишода гардӣ. роберт, инҳоро баъд аз ин агар бинем ба сарашон парондан дар кор. ба гапзанӣ иҷозат намедиҳем. ҳардуяшон ҳам бисёр ҳиллагар буданд. биё рафтем. ё Истанбул хурд аст, ё бахти ман сиёҳ аст. ай канъони девона халол шудем, дар ин девонаш задем. аз куҷо ин девона омад? аҷоиб, аз қафои ман бахтиёр поида истодааст. ин чаро рифат чакар мегӯяд? рифат чакар кӣ бошад? бо бахтиёр чӣ алоқа дорад? хубаш амаки ҳикматро пурсам. бале. оғои рифат як нигоҳ кард ки ҳамди парронда истодааст. парида пеши роҳи азиза хонумро гирифт, ҳеҷ фикр накарда. ҳамди як парронд. тири аз силоҳ баромада рост ба пеши бари оғои рифат даромад. баъд ягон чӣ нашуд. хайрият ки дар кисаи костюмаш оинаи нуқрагин будааст ва тирдарон дармонд. хайрият. шукрона мекунам парвардигор. манам сари роҳи тир мепарам. ҳеҷ фикр накарда барои дӯст доштам. мегӯянд ку барои ишқ бояд ошиқ бимирад. дуруст фаҳмидам. ин чӣ? хирсак барои то гирифта будам. хеле вақт шуд фурсат наёфтам ки диҳам. гир. марҳамат. оғои рифат хуш омадед. раҳмат, саломат бошем. писарам, рифатҷон, хуб ҳастӣ? хуб ҳастӣ писарам? ягон гап нест модарҷон, ман хубам. ягон рӯзи ту бебало намешавад, ҳа писарам? чӣ гап шуд? чӣ шуд боз? ба ту тир расидааст ку? ба ман нигоҳ кун. инкор накун, ман медонам. анил, медонӣ ман ин даҳонитро чӣ кор мекунам? хирс. ока небинед модарҷон, ман ба ягон тириб хурдагӣ монандам. худоро шукр, сиҳат саломатам. ой азиза, рифат аз рӯи ту қариб мемурд.
این چی عذاب است که از روی شما پسرم میکشد. خودت یک درد، پدرت یک درد. برای چی این خیل میگوید مادر جان؟ عزیزه جان یکم گناه ندارد. صد حیف تو رفت، صد حیف. خیر مرا فکر نمیکنی، مرا فکر نمیکنی. پسری خوردک که یتیمت رو فکر نمیکنی. جان از همه چیز قیمتی انسان است پسرم. برای پسرت فدا میکردی جانت رو. این خیل نگوید مادر جان. عزیزه برای من مهم است. تو پسری من نیستی. تو پسری من نیستی. با من پسرم را بیارید. من پسرم را میخواهم. تو پسری من نیستی. تو پسری من نیستی. تو پسری من نیستی. تو پسری من نیستی. با من پسرم را بیارید. پسرم را بیارید. وای پسری من نیست. پسرم را بیارید با من. پسرم را. الیم چی نگاه داری؟ داروهای الزگیمر رو بیار تستر؟ چی؟ مادرم آلزگیمر است؟ نفهمیدم. قبول نمیکنم. قبول کردن نمیتوانم. یعنی آدم بیماری شخصان نزدیکش رو قبول کردن نمیخواهد. لطفا خانم آنایی رو گرفته نوشید. گیرید. گیرید. ای جانکی من، جانی بیبی، انا داروی من آمد. ای پسر جانکی شیرینی من، خوب هستی؟ جانی بیبی حاضر خوبتر هستید. ای خوب هستم. روید از نزدم. بیا جانکم. ای جانی من، جانی بیبی بیا. اکای ایتیکین خدا نگه دارد. با عزیزه یگون چیز نشده است؟ به عزیزه هیچی نشده است. رفت او را نجات داده است. در پناه خدا باشید اکا. مال و ملکی همدی را یک یک زده میگیرم. زنده به زنده میگورانم وی را. البته اکا. این همدی احمق هم دختری دوست داشتم رو میپرانی، هم دشمنم رو قهرمان میکنی. تو خیلی بطالی هستی اکا. دختری دوست داشته ایت رو پراندنی شدند. مرا دختری دوست داشتم پران. دادر تو چی ها گفته ایستاده اید؟ خیز رفته تشویش عشق رو در دیگر جای کش. به این همسرم ویران قهرم را از تو نگیرم. با تو گپ زدن حیف است اکا. کارت ها کشیده شد ربات. همدی به من محتاج است. با ایتیکین سر به سر شده نمیتواند. البته که به همدی یاری میرسانیم. ایتیکین و رفت رو با دستی وی میکشیم. بعدش آسان میشود. عزیزه با سخنان مادرم خفه نشم. خفه نشدی ها؟ نه خفه نشدم. رفت ها عزیزه جان.
میدونی که بعد از جراحی تو بسیار دیگر شدی. شاید با معاینه دکتر روی. چرا؟ بسیار بدم، بسیار بد میتابم. نه من میترسم که باز به حالت پیشینه‌ات بر نکردی. لیکن تو دائما میگویی که به حال اولینات برگرد. این خیلی عاشقانه به من نگاه نکن میگفتی. اکنون نمیگویم. حتی ممکن است که این حالت به من خوش آید. تو راضی نیستی؟ نه. فهمیدم. من سرپوش رو پوشیدم. اکنون ما رو کسی نمیشنود. باز با من بیرون برو، بیرون و یا درون درو. با حجرات گذر، رفات با حجرات گذر گفته میتوانی. خواستگیت رو گفته میتوانی. ها، هر چی که خواهی کرده ایستاده ای. به این هم همین خیل کرده ایستادم. از دلم چیزی که آمد به تو گپ زدم. کاش که در دلم بودگی همه گپ رو گفته توانم. عزیزه جون، من از تو یک چیز پرسیده میتوانم؟ این حال من در حقیقت به تو معقول نیست؟ نمیدونم. اینقدر زیبا نگاه دارد به من. دوست می داشتگی برای این. نه این فقط خیال من است. برای چی دوست دارد؟ این دروغ نبود. در حقیقت مرا بسیار دوست می‌دارد. اگر دوست نمی‌داشت برای من جانش رو فدا می‌کرد. و چی هست؟ یگان چیز خیرست؟ بالای اینقدر کار باز تو با خرسک بازی میکنی ها؟ نیا کچ خیل بازی. برای طاهر گرفته بودیم که در اینجا مانده است. برده دیم گفتم. برده ده مسئله رو هیچ جدی نگرفته. از یک طرف بختیار، از یک طرف دیگر تو. این بی‌پروایی شما یگان روز ما رو نابود میسازد. خبردار باشید. انا اکایتی که نموم. عزیزه دخترم در کجاست؟ از کجا دانم؟ من چی پاسبانی دختری تو هستم؟ پدر و دختر کثافت هستید. در جای قدم مانده تون در زمین علف نمی روید. از روزی که دخترت به این خانه در آمد بلا از سرمان دور نمی شود. پدر جان؟ دخترم خوب هستی؟ خوبم. با آدمی بخیر شش تو خیز کنی سرت از بلا خلاص نمی یابد. در نزد چوبی خشک‌تر هم می سوزد. بیهوده نگفتم. گوش کن رفت. با مادرت گپ زن. بسیار بی‌مورد گپ میزند. من حتما با مادرم گپ میزنم. یعنی به گفته‌هایش جواب نداریم گفته فکر نکند. وای مادر باشد من هم پدر هستم.
دخترمان از خطر مرگ نجات یافته است. سبب هست که به اینجا آمدیم. رویش نمیخندد، خوش آمدی نمیگوید. میلش لیکن اینقدر دغل گپ نزند. پروا نکنید پدر، من با مادرم گپ میزنم. رحمتی این خیل نبود. چی بود نامی پدرت؟ حکمت. رحمتی را میشناختم، آدمی خوب بود. وای نامی پدری تو شکور نبود؟ شکر بود، لیکن ما بین خود حکمت میگفتیم وی را. فهمیدم. نامش را یاد کردیم. خدا رحمتش کند، جایش جنت شود. آمین. خدا رحمتش کند. حیات دخترم را نجات دادی. چه خیلی خوبی پدر. جای حمدی را معین کردم. امکان فراهم میارم که وی را تو کشی. این از همه زیاد حق تو است. افسوس این بگاه من آمده نمیتوانم. این چه گفتاری گپ؟ به تو فاتحه کرده می شود. نمی شود البته. نمی شود. وای شد. چه شد؟ در فرمه شترمرغ سوختار شد. سوختار شد؟ تو یکان چی نشد بسرم؟ من خوبم. بانکرات شدم. بلایی به جان می آمدگی به مالایت بسرم به تو هیچ نشده از شکر. مایلش پدر، من شما را باز خبردار میکنم. بخیر است رفعت؟ تو بغیر از من باز یگان پدر داری؟ او جایگون گفت فیزیوتراپی گپ نزنی. تو کم خیلی دهنت جمع کردن نمیتونی ده. انا خودش جور خون رفیقای اگه من راست گپ نمیدونم که اویلش خیلی و مثال اولاد زنش خیلی به هر حال یک کار کنیم که همون بشر از انت مخ تو کار میگردم من که انا برای من جان توام میکنم. من خواهش میکنم که باید گپ فیزیوتراپی هم نزنی. مالش تا دوریم خای کنیا مالش. مورا اکا اما شمالای مهر و محبت پرونده. یعنی عبدالفیض جیان کتی نیت کردیم که خونه شما بیم ینگه جان یک دخترک خشور داشته، ما هم یک بچه‌ک بسیار عبدالفیض یک بچه‌ک نازنین. بله گفتیم که همین رشته مهر و محبت و خویش تباری را با پیوندتر کنیم. ماشاءالله همون دخترک شما را گفتیم خدا نصیب کرده باشه کلی کرده. بله مکه جوره خون ینگه جان
اما خودتو کسی شوهری من شناسن؟ ها ینگا جان ما خیلی شناسی نزدیک بچه تو معلوماتی اولی داره؟ معلومات تولید دارم میگم جنی ما وای این که از جانی من و بچه من جانی میشه معلومات اولی داره داشته باشه خیلی است همین پسرتو مای مینوشه؟ مای؟ ها مای چه خیلی مای؟ عرق نه این وای بیشتر ما خیلی عرق تمام پیاده بچه تو مسکری رفتگی؟ عسکری؟ خدمت کردگی بچه تو خدمت؟ ها خدمت نه گفتم که اکو خدمت نکی نرفت یک پسر دوری خودو نه باید دو دودر دیگه هم داره دودراش زن گرفت وای وای دودر داره زن؟ ها وای کارم بود پیشترک زن داده حسن پسرتون چه خیلی قد و بستش چه خیلی؟ من همه کش برین یک بچه نه خیلی اکو این برینه وای بچه خشرو بسیار بچه بزیب است همین پسرتو عموما خدمت کردگی نه؟ من گفتم که خیلی بچه من اکو مسئله خدمت ده ای اکا ای همین بچه مندق لیلی پوت قدپست خدمت میبرم